بدون توصیه طبیبان و پیوسته استفاده بردن آنتیبیوتیک ها مایه نگرانی متخصصان ساحه طب در تاجیکستان شده است. طبیبان به این نظرند که با استفاده نادرست آنتیبیوتیک مردم به بیماری های گرفتار می شوند که طبابتشان به آسانی دست نمی دهد. حوزه شده است کسا دکتر نفرمانده علاقه خودش می نوشد. بعد یک ترتیب معین به نمی نوشد و دیزباکتریوز می شد. که باید طبابتش در اون را قیمت‌تر و قیمتر. بی‌حمیده محکمووا نامزد علم‌های کیمیا بعد 8 سال پژوهش به این خلاصه آمده است که آنتیبیوتیک ها را می شود با گیاهای شفابخش عوض کرد. دوایی که بی‌حمیده محکمووا اختراع کرده است محلول فیتوسومن نام دارد و می تواند جای دواهای سخت تاثیر زیادی را بگیرد. فیتوسومن به قول دانشمند تاجیک مثل آنتیبیوتیک ها زیان‌آور نیست. اگر این پرپارات در اون را با بچه بدیم، بچه باید دیزباکتریوز نمیشه. وقتی که بچه دیزباکتریوز نشد، یک بیماری کمتر. دانشمند تاجیک برای اختراع دوایی فیتوسومن در کره در میان 400 زن از 25 کشور دنیا یکی از بهترین ها دانسته شد. ما حرکت کردیم که باید ارزانتر کنیم، دسترس کنیم، گیاهای شفابخش جمهوری خودمون استفاده بریم. جمع قریب 10-12 نمود رستنی ما در اونجا جمع آوری کردیم، فشرده کردیم، محلول تیار کردیم. محلول اسپریتی است که تیز گندم نمی شود. مقصد که یک بار استفاده بردید با دیگه دفعه باید نمی پرتوید، میتونید که دیگه دفعه استفاده برید. حالا دوای اختراع کرده بی‌حمیده محکمووا که در آزمون جهانی به عنوان اختراعکار صاحب نشانی طلا شد، انتظار پاسخ و اجازه کمیسیای فارماکولوژی تاجیکستان است. در صورت دریافت مجوز و مبلغ و به راه ماندن استحصال این دوای کم خرج و به ادعای عالم تاجیک بی ضرر را می شود در داروخانه های کشور هم پیدا کرد.